سلام علیکم. سوزی برادر خوبی؟ بخیر ان شاء الله برادر. در به وقتی در جاکو نگاه میکنم. اول موجود میتوه. شاید اگر مشکلی داری. همه سطح روی زد که دنیا رفیق انتظار من دارم. شاید نمیفهمم جو. هزار آمد ما وجود خدایی نکنم. برادر فکر من که شما چیزی را اما پنهان میکنید. همه سطح روی زد که من نمیدونم چی مشکلی داری. لیک یک چند مبلغ هست نه اونقدر پیش خودت میمونی کارت میشه بگیره برادر. درآمد می نداره. نه دادر جان خالی نیست. اینو بخوام دادر جان بخوام. اولش که من نام نخوردم. درآمد شما یا شوی وزیره هیچ نمیفهمم شما. اکا جان در کار نیست. بگیره. نه اکا لازم نیست. من خودم لباس دارم اکا. شاید خودت نخری اکا. هیچ گپی نه بپوش. من ماشین کار نبود. خیر بپوش گفتم دادر. بپوش. آخه دادر جان. هر کاری میکنه ادم کارات برام. به اهمیتی نکن. سلامتی شما بهتر یعنی خودتان و قیمتتر این مورد. سخن اخلاق از سخن زبان دیده بلندتر و زیباتر است. اگر بنده نیتش را خیر بکند و روش حیاتش را اخلاصانه راه اندازی نماید، پروردگار به او در اخلاق نمونه شدن را می‌گشاید و پیش از زبانش اخلاقش سخن می‌راند. اخلاق انسان به سخن درآمد، دیگر حاجت به شیرین سخنی زبان نیست. خداوند به همه ما نمونه اخلاق حمیده شدن را نصیب گرداند. بگذار همیشه پیش از زبان اخلاقمون سخنران باشد. خدا حافظ.